توی رابطه‌ای که با هم دارید خیلی احساس خوشبختی می‌کنید. میخوام ببینم از روز اول همین احساس رو داشتی؟ یعنی از همون ابتدا دوست داشتم روابط خوبی داشته باشم، ولی متاسفانه بلد نبودم که چجوری رفتار کنم با همسرم یا با دیگران. دوست داشتم که روابط خوبی داشته باشم، ولی متاسفانه بلد نبودم. هر کی جلوتر میرفتیم میدیدم که من تو روابطم با همسرم خیلی مشکل دارم و هر کسی رو تو خیابون میدیدم با پارتنرش یا با همسرش توی ماشین توی رستوران لبخند میزدم و روابط خوبی داشتم. اینو حسادتی داشتم که چرا روابط من اینقدر خوب نیست. اون اولی که میخواستم با همسرم حتی صحبت هم بکنم، مکالمه ما به 2 دقیقه هم نمیکشید، درگیری میشد و متاسفانه هر کس به شیوه خودش دوست داشت که این رابطه رو درست کنه. زندگی شما رو از دیدگاه خودش می‌خواست درست کنه. دوست داشتم که همه چی رو من تحمیل کنم به همسرم و اونجوری که دلم میخواد بشه، ولی متاسفانه من طبق باورهای قدیمی که داشتم یه سری چیزها یاد گرفته بودم که بعدها فهمیدم که اینا غلطه. کلاس‌های مختلف رفتم، مشاوره‌های مختلف رفتم و اینها باعث شد که من یه تحمیل نمی‌کردم چیزی رو، آزادانه به ایشون هم اجازه میدادم که انتخاب‌های خودش رو داشته باشه. هنوزم مشکلات وجود داره، ولی ما دیگه اون برخوردهای قدیمی رو نسبت به مشکلات نداریم. گذشته به من یاد داد که الان چجوری زندگی کنم. یعنی تو حس قربانی نرفتی؟ نه نرفتم. شاید رفته باشم، شاید یه موقعی بگم که من زندگیم رفت، من اینجوری شدم، ولی اول از خداوند درخواست کردم که خدایا به من راه رو نشونم بده، من بتونم تو این راه مستمر باشم، تو استقامت داشته باشم. اصلا نمیدونم صبرش چجوری میومد. وقتی که درخواست تو میدی خداوند کمکت میکنه. همیشه نباید دستتو جلوی بنده های خدا دراز کنی. از خداوند کمک میگیری، خدا بنده هاشو سر راه میذاره. اصلا نمیدونستم کلاس های خانواده هست. وقتی به خدا درخواستشو دادم، خدا خسته شدم، عاجز شدم، نشستم، خداوند کلاس های نارانا رو سر راه من گذاشت. دوستای نارانایی رو سر راه من گذاشت. دوستایی که زندگیشو داغون‌تر بود و من رو خودم خیلی کار کردم. اونجایی که یادم گفتی ما حتی نمیتونستیم یک کلمه با هم حرف بزنیم. چه چیزی باعث شد که این جرقه بخوره و الان کنار هم احساس خوشبختی داشته باشیم؟ من بلد نبودم چجوری رفتار کنم. باعث شد که من خیلی به خودم لطمه بزنم. یاد گرفتم چجوری این زندگی رو سر و سامونش بدم. چون زندگیمو دوست داشتم، همسرمو دوست داشتم، بچه‌هامو دوست داشتم و نمیخواستم زندگیم از هم بپاشه. از خداوند خواستم، راه‌های مختلفی جلو راهم گذاشت. آموزش دیدم، 12 قدمو کار کردم و مشاور رفتم که بهم یاد دادن که مسئول سکوت کن. صبر کردم، سکوت کردم، پذیرفتم که من مشکل دارم. وقتی که رو خودم کار کردم برای اطرافیان خیلی جالب شد که تو چیکار میکنی که اینقدر آروم شدی. وقتی که رفتم جلو دیدم ایراد از منه، نه همسرم. من مقصرم به خاطر زخمایی که تو بچگی داشتم. خواستم اینا رو با اون خشم، با اون فریاد، با اون تهدیدایی که میگفتم، خواستم اینا رو بریزم رو کسی دیگه، بگم تو مقصری. با تغییر من همسر من تغییر کرد. وقتی تغییر میکنی جهان پیرامون تو هم تغییر میکنه. من کردم دیدم چه آرامشی دارم تو وجودم. میشه، آره، من میگم زندگی من و رضا از هم کشیده شد، دوباره یه زندگی قشنگتر برام شد. توی موارد خیلی زیادی با همسرم اختلاف نظر داشتم و همیشه دوست داشتم ایشون اونجوری که من دوست دارم رفتار کنه. یعنی هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. یادم میاد که یه بار به یه رستورانی رفتیم که ایشون اون طرف میز نشست و بنده این ور میز. اون رستورانی که نشسته بودیم ما روی میز شماره 6 نشسته بودیم و میز شماره 6 به صورت انگلیسی نوشته بود و وقتی به ایشون گفتم که میز شماره 6 نشستیم گفت نه، من روی میز شماره 9 که من دارم میبینم. سر همین موضوع هم با هم اختلاف داشتیم که ایشون میگفت میز شماره 9 و من میگفتم این میز شماره 6. وقتی جامون عوض شد و من رفتم غذا رو بیارم و ایشون بلند شد که بره نوشیدنی رو برداره بیاره، جامون عوض شد و اون موقع فهمیدیم که گاهی وقتا باید از زاویه دید اون آدم به قضایا نگاه کرد تا مسائل راحتی حل خواهد شد. وقتی من اجازه دادم که از دیدگاه ایشون به قضایا نگاه کنم، دیدم که به همون تفاهمه و به همون رابطه قشنگی رسید. مرسی، خیلی هم عالی. چطوری اولویت بندی می‌کردید؟ حجمی از درخواست‌ها رو توی زندگی
و اون مبلغ اندکی که شما داشتید. زن باید پس‌انداز داشته باشه برای خودش، مستقل باشه و یه بخشی از حقوق همسرم رو ما میذاشتیم برای پس‌اندازمون، شاید 1/10 حقوقش رو، یه بخش خیلی کمش رو که الان من خودم هم همین کار انجام میدم و یه کارت آبرویی، کارت بانکیمو مختصمون حتی کم زیاد میشه میدادم و اینکه به قول همسرم اولویت بندی کردیم. این ماه مثلا ما یه مبلغی رو میذاریم برای بچه‌ها، خیلی جاها کم اومد تو زندگیمون، شاید 0 شد، شاید ما برای خرج روزانه‌مون میمونیم، ولی دیگه با هم جنگ نمی‌کردیم سر اون موضوع و من مطمئن بودم که خداوند برکتشو میده و روزی من و بچه‌هام و همسرم دست صاحب کار همسر من نیست. حقوقی که ایشون میگیره مطمئنا خداوند روزیشو به من جلوتر میده و اون حقوق برای من برکت میکرد. ایمان دارم به این که از جایی که فکرشو نمی‌کنی برات میرسه و من تو زندگیم بارها و بارها این موضوع رو دیدم. من با یه هزینه خیلی کم مهمان شدم، به قول شما مهمان خداوند شدم رفتم و خداوند منو ساپورت کرد و انقدر این مسافرت قشنگ و لاکچری بود که من خیلی دوست داشتم. ما هیچ وقت برای نداشته‌هامون قر نمیزنیم به هم دیگه. یعنی دیگه من نمیگم که تو حقوقت خیلی کمه و نمیتونی برای من خیلی کارا بکنی. این چیزا خیلی ملاکه تو زندگی که من خانوم بتونم مدیریت کنم زندگیمو. پس پذیرش داشتی، یعنی پذیرفتی که ما الان این مبلغ رو داریم، باید با همین این 1 ماه رو سر کنیم و اینکه تونستید برنامه‌ریزی کنید. این نکته دیگه‌ای که عذر می‌خوام، این نکته دیگه‌ای که خیلی حائز اهمیته، این که برای خودمون زندگی کنیم. قبلا ما همیشه برای دیگران زندگی می‌کردیم و سعی می‌کردیم که حالا اون خریدایی که دیگران دارن قضاوت میکنن ما رو، چشم همچشمیایی که وجود داشت، مخصوصا همسر بنده قبلا خب این اتفاق تو زندگی خیلی ها میفته، فلانی برای همسرش طلا خریده تو چرا برای من نخریدی، فلانی گوشی موبایلش عوض شده تو چرا این کارو نکردی. از وقتی که تصمیم گرفتیم فقط برای خودمون زندگی کنیم و دیگران برامون مهم نباشه، یه سری این مسائل‌های مالیمون هم حل شد. حالا مثال عروسی که ایشون زدن یه چیزی بود که ما خیلی ساده ولی شیک با همون چیزایی که داشتیم رفتیم، ولی متاسفانه قبلا اینجوری نبود. ما حتی وسایل‌های خونه‌مون رو عوض می‌کردیم برای اینکه دیگران بیان ببینن. از وقتی که دیدگاهمون تغییر کرد و دیگران رو حذف کردیم، به خودمون پرداختیم، امروز خیلی راحت‌تر و آروم‌تر داریم زندگی می‌کنیم و داریم در کنار همدیگه لذت می‌بریم. شما چطوری توی زندگی تفاهم داشتید؟ همیشه احساس میکردم که همه چی رو باید به همسرم تحمیل کنم. پوشش ایشون، رفتار ایشون، پخت و پز ایشون، تربیت ایشون در مورد بچه‌ها جوری باشه که مورد دلخواه منه. ولی بعدها متوجه شدم که باید اجازه بدم ایشون هم اون چیزهایی که مد نظر خودشه آزادانه انتخاب بکنه و به اونها بپردازه. سلیقه همه آدم ها با هم متفاوته. بپذیرم که سلیقه من همیشه نباید تحمیل بشه و اجازه و فرصت اینو بدم که ایشون هم انتخاب‌های خودش رو داشته باشه. اینجوری باعث شد که ما تفاهممون روز به روز بیشتر بشه. مرسی. تفاهم برای شما چه معنایی داره تو زندگی مشترکتون؟ همونطور که همسرم گفت، تفاهم یعنی که من آزادی کسی رو ازش نگیرم. من حق ندارم بگم که تو چی کار کنی یا تو حریم خصوصی همدیگه. درسته ما زن و شوهریم، ولی تو حریم خصوصی همدیگه نباید بریم و خیلی جاها تو کار همدیگه دخالت نکنیم، مشورت کنیم، با همدیگه تبادل نظر کنیم. ما خیلی جاها حتی با بچه‌هامون هم میشینیم مشورت میکنیم و به یه خرد جمعی میرسیم. تو این مال اون کارکرد قدم هاست، مال کارکرد سنت هاست که به ما یاد داد. من هیچ وقت چیز رو تحمیل نکنم که ایشون اون چیزی بشه که من میخوام. من نمیتونم کسی رو تغییر بدم، ولی خودم که میتونم تغییر کنم. تفاهم برای من یعنی من اجازه ندارم غرور یکی رو خورد کنم، شخصیت یکی رو زیر سوال ببرم یا تحقیرش کنم. درسته من بچگی خوبی نداشتم، درسته من زخم‌های زیادی گفتم بهتون از
بچگی داشتم، ولی این دلیل نمیشه اون زخم‌ها رو سرباز کنه و من رو همسرم بخوام پیاده کنم، رو بچه‌هام بخوام پیاده کنم. من امروز یه آدمیم که آرامش زندگیمو با هیچ چیز عوض نمی‌کنم، با هیچ چی، حتی با کمبود مالی. اون اجازه نمیده که من آرامشم به هم بخوره. من و رضا خوب می‌کنیم با هم حرف بزنیم، ساعت‌ها کتاب میخونه برای من براش مشارکت میکنم، حرف میزنم، یا دیگه اون ترسه نیست. من قبلا ترس داشتم از رضا، من یاد داده بودن به مرد خیلی چیزها تو نگو، ولی امروز من خیلی چیزها رو باهاش حرف میزنم، خیلی چیزها رو بهش میگم بدون هیچ ترسی و ایشون میپذیره. تفاهمی که امروز من تو زندگیم داشتم تو این چندین سال زندگی نداشتم و خودم رو گول میزنم که دارم زندگی میکنم. من زندمانی میکردم، زندگانی نمیکردم. امروز دارم با تمام وجودم، با تمام عشق و محبتی که دارم زندگی میکنم و این آرامش و این زندگی رو با هیچی عوضش نمیکنم. تفاهمی که امروز کنار رضا من دارم همون تبادل نظر است، همون حس قشنگی است که با هم دیگه شیرش میکنیم. یه چیزی رضا میگه، یه حرف میزنه، یه چیزی من میگم، آمیخته میشه و میشه اون عشقی که تو زندگیمون جاری میشه. مرسی، ممنونم. اگه بخوای یک جمله طلایی بگی چی میگی؟ و برای این زندگی جنگیدی که تونستی امروز خوشبختی رو کنار همسر تجربه کنی؟ با تغییر من زندگیم، همسرم، بچه‌هام تغییر میکنن، جهان اطراف من تغییر میکنه. در واقع خودشناسی. خودشناسی. مرسی، درود بر شما.